یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، امروز صحبت ما درباره بعضی فعل هایی که همون فعل که بنده غضب خداوند دچار میشدگی عوض همون نداشتن خود از همون فعل و انسان روز قیامت مصیبت آمدنش میفهمانیم. این رسول خدا گفتن که پروردگار 4 طایفه انسان را روز قیامت غضب میکند. البیاء و حلافون، یکی از همون غضب خداوند دچار میشدگی انسان ها یکتاش البیاء و حلاف، سوداگرهای قسم خور. یعنی اصلش سوداگری نیک است. رسول خدا پروردگار برکات را 10 قسم کرد، 9 وی را در سودا گفت. همین خیل نعمت بزرگ برکه کلان باشد هم گاه انسان های در سودان قسم خور شدنشان این هم برکات هم سودا را برواند، هم دویمش و این انسان های غضب خدا دچار میکرده است. و دویمش الفقیر المختال، این رسول گفتن که دویمش یک انسان ناچاری که ناچاری کبردار که یک انسان سخاوتمند دستی مروت دراز کند، از وی حالت دروغانچه کرده من نمیگرم، من صدقیت و محتاج نیم گفته کبر کردگی، همون فقیر هم غضب خدا و روز قیامت دچار میشده است. چون که پروردگار اصلش رزق فقیران را در همیان بایان خلق کرده که همون بایها وقتی صدقات وقتی زکات خود را دادن همون رزق کمبغل را دادگی حساب میشدند. هم وظیفه خود را هم یک انسان فقیر رزقش به آمدنش به سبب چه میشدند. برای همین گاه همون انسان های ارتحال ناچار انسان ها از طرف دیگه انسان ها مروت مقصدند دستیاری کنند، باید آنها را قبول کرده و شکر گویند که الا این فعل غضب خدا را می آوردند. و شیوخ الدانی، یعنی و زناگار کهنسال هایم پروردگار غضبش می آوردند. اصلش همه خطا در نزد پروردگار یک خیل هست و یا میده باشدم کلام باشدم یا شکردم کلام کندم کلام سال کندم همش پروردگار غضبش می آورد. لیکن کهنسال انسان همون چیز و انسان با منفعت ندادنش از این چیز نیک نبودنش دانسته استاده، بازم و انسان پروردگار سال کهنسالی داده، از چشم نور و موی سر سفید داده، به میان خمه داده، همه خیل کهنسالی کرده. پروردگار با نزدیک شدن اشاره هاش دادگی وقتندم و انسان با همون کارهای بعدی با زناکاری روادگری این حال را پروردگار نمیبخشیده است. این حال پروردگار را غضبش می آوردگی از فعل ها حساب میشده است. و الامام الجائر، و چهارم بازم انسان غضب خدا و دچار میکردگی چیز یک پیشوایی یک رهبری جبر کننده. در یک کارخانه در یک جا در یک منزلت 2 کس و 3 کس رهبر می باید همون رهبر مابین کارگران عدالت کند و یکی وی به جبر کرده نماند که این ظلمکاری غضب خدا را می آوردگی از علت ها حساب میشده است. برای همین برادرها، انسانی که می خواهد که در نزد پروردگار مرتبه گرفته از این دنیای فانی به آن دنیای باقی به عمل صالح رفتن خواهد، باید خود را از همین خیلی علت هایی که و علت هم دنیان ده هم آن روزنده و انسان به بعدی می آرد مشقت می آرد باید و انسان دور شود. السلام علیکم و رحمت الله.